فقدان فضاهای مذهبی خارج از ایران خیلی حس میشه. همه آدم‌ها تو همه ادیان، تو همه آیین‌ها، نمیدونم قبایل سرخپوستی، هر کسی برای خودش یه چیز فرابشری داره که بخواد به اون چنگ بزنه واسه اینکه از این غم فراوانی که درگیرش شده رها بشه. این نیروی فرابشری واقعا برای ما اهل بیت و به خصوص امام حسینه. 2 تا خط روزه زمینه رو فراهم میکنه واسه اینکه آدم یک دل سیر برای اون غمی که داره گریه بکنه و بعد از این گریه کردن انگار که خالی میشه، آروم میشه از اون حال بدی که توش گرفتار شده. و یه فضاهایی مثل حسینیه میتونه خیلی کمک کننده باشه به اینکه در واقع اون آدمایی که یه وقتایی واقعا از همه دنیا خستن و نیاز دارن یه جایی با خودشون خلوت کنن، 2 تا قطره اشک بریزن تا آروم بشن، اینو به دست بیارن. حقیقتش من اوایلی که وارد ترکیه شدم خیلی فضا متفاوت بود. از خانواده میخواستیم که مثلا تایم ماه رمضان یا تایم محرم بریم ایران. سفر پارسال بود که برای اولین بار پوستری دیدیم از هیئت. گفتیم که توی فضایی که هیچ هیئتی مراسم مذهبی چیزی وجود نداره، این میتونه خیلی غنیمت باشه. و با اینکه یک مسافت نسبتا طولانی رو باید طی می‌کردیم، اومدیم و یک شب توی مراسم شرکت کردیم. کاملا انگار وسط تهران توی همون حال و هوایی که همیشه بودیم مراسم برگزار شد. خیلی خوب بود. تونست اون خلایی که احساس میشد و برای ما پر بکنه و اینجوری بود که باب آشنایی با حسینیه استانبول باز شد.